بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، زمستان فرا میرسه و الحمدلله بنیاد قمر مثل سالهای گذشته کمپاین زمستانی را برآورده انداخته. در این کمپاین منظور ما ای از خانواده های نیازمنده که نیاز به کمک و دستگیری دارن حداقل آذوقه زمستانشان را فراهم بسازیم و چی بخش مواد ارتزاقی باشه چی هم بخش گرما باشه. قسمی که شما میبینین ما $90 کمپاین زمستانی را انتخاب کردیم، یعنی با $90 شما میتونین یک زمستان خوبه به یک خانواده برمغان بیارین. پکیج ما شامل آرد، برنج، روغن، چای بوره و همچنین مواد شوینده و بخاری. انشاءالله فراموش نکنید در کنار بخاری ما کوشش میکنیم که یک خروارچوب هم به اینا آماده بسازیم انشاءالله. باز هم ما مواد آوردیم به خانه یکی از نیازمندا. شما دوستان عزیز در قسمت پایان این ویدیو لینک ها را مشاهده میکنین، از طریق میتونین خانواده را کمک و دستگیری کنین. سلام برسه، خوب هستی خورترک؟ خوب هستی؟ خوب هستی خورتر؟ آفرین. پدرت از خانه؟ صدایش کو؟ خوب هستی کاکای محترم؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ زنده باشی بخیر. این پکیج مواد زمستانی از تسلیم شما. خیر ببینی خانه تا آباد. قبلا هم کس پشت خانه تان مواد آورده؟ خودت آوردی دیگه، کی آورده؟ قبلا هم ما آوردیم. نه تو فکر کنم شاید زمستان گذشته باشه. خانه تا آباد بچه. زنده باشید، خیر باشین. دوستان از لینک ها مشاهده میکنین. ما پل ارتباطی میان شما و این خانواده هستیم. این بچه‌کایتان است؟ این بیادردادای مت یتیماست. خو یتیماست، پدرشان فوت کرد. ها الله متعال مغفرتشون کنه. الهی. تشکر از شما. خیر باشین.